دوستان عزیز 26 ایولی سال 2026 قرار دارم در دهه چهارباغ ناحیه ورزاب در باغ اینتنسیوی نهال‌های اینتنسیوی سیب شناخته شده است بین قطار بین نهال‌های 1 متر بین قطار 3 متر و این سیبی که میبینید این سیب گالا میباشد الکی پخته دیسته است در باغ من 4 دانه بود من اوار پرتفتم بزرگش این کلام بود یعنی چند میبندد من با چند مرتبه گفتم که اگر باغ کنید باغی اینتنسیوی کنید چون که من ببینید همین یک نهال آب چکیده ایستاده است ببینید آبی خطرگی ببینید در ادیر به آب یعنی ادیر است قشلاق نمیتابد و شهر است قشلاق 1-2 کیلومتر پایین است از همونجا 2 تا ایستگاه آب کشی کرده آب آورده همین خیلی ادیری به آب رو فریدون جیانی ما برادر آباد کرده است و ببینید این سیبی گالا است از یک سیب در 1 متر تخمینا 20 کیلو است مانا 20 کیلو گرفتید 500 فروختید در 1 متر برش 3 متر 3300 دانه سیب رفته است 3300 دانه 20 کیلوگی 60 دانه بیاد 60 دانه گیریم زیاد میشد 60 دانه 60 دانه را شما 500 فروختید چند پول میشد 300,000 ها از 1 هکتار من همین خیل زمینی چولو بیابان 300,000 سومونی شما فایده میبینید. خیلی که من گفتم شما را در 3 سال شما پولتون رو میبرورید ببینید چقدر میبندد سیب های سوپر اینتنسیوی حالا با این کلان میشد ولی هم کلانتر میشود انا دوستانی من این باغ سوپر اینتنسیوی سیب در بلندی به آب جای ها که با آب قطره کردن باغ سوپر اینتنسیوی که فریدون آباد کرده است یک جان تشکر فریدون جان این در اون پر است و اونجا سیبای کبود است در داخلش از با ما میریم سیبی گلدن ریجرز میگیریم نوار میکنیم سیبی ماده هست سرخ شده ایستاده است اگر یک سخنای خوب گفتنی باشد با فریدون گپ زنید یعنی دستش در رو نبیند منم خیلی محنت ها میکند در یک چولو ملک به آب دوستان عزیز اگر با کار همت بسته گردد اگر خاره بود گل دسته گردد این جوان مرد آنم خیلی محنت کرده است خاکنی میبینم چی سخنهای خوب میگوید من به شما فقط مصلحت میتیم چخیل بخوا کنید این سوپر اینتنسیوی است بعد در تک پیوندی M9 هست بعد تک پیوندی MM106 وش اینتنسیوی است بر در تک پیوندی دانه و معمولی است من دوستان عزیز خدا خواهد ما حاضی سیبی گلدن رنجرز کفته ایستاده در تک پیوندی M9 16,000 خدا خواهد در ونج باغ اینتنسیوی میکنیم اگر به همون مقصد رسیم با شما نشون میدیم خدا در پناه خدا نگهدارت شما رو